سلام به همه برامکس لرن بای ما، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من دنی هستم، اومدم با یه آموزش خفن، با یه ترفند فوق‌العاده واسه اونایی که عکسی دارن، فیلمی دارن، چه با گوشیشون فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن، چه دانلود میکنن و کیفیتش پایین رو میخوان نویزی که تصویرشون داره از بین بره. شما خیلی راحت میتونید با برنامه‌ای که من بهتون معرفی میکنم کیفیت پایین رو حذف بکنین و یه خروجی فوق‌العاده ازش بگیرین از برنامه AI استودیو. چنل ما رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید، نظرتون رو توی کامنت ها به ما بگین، بریم که تا یه آموزش خفن داشته باشیم. خب بچه، بعد از اینکه AI استودیو رو نصب کردین وارد برنامه میشین، منتظریم این تا برنامه بالا بیاد. این تبلیغ رو رد میکنین، گزینه وسط که حالت دایره‌ای هست رو میزنین و توی گالری خودتون یه عکسی رو انتخاب میکنی. برای مثال من این عکس رو انتخاب کردم، رو اون کادر مشکی کلیک میکنی و به همین راحتی براتون انجام میده. اگه هم که میخواین واترمارکش از بین بره، روی اون کادر مشکی پایین بزنین، با دیدن یه تونه تبلیغ اون واترمارک به طور کامل از بین میبره. خب بچه‌ها، مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و این ویدیو رو تا آخر نگاه کردیم. امیدوارم که براتون مفید باشه و یه چند تا نکته خیلی مهم داره که بعد راجع به این برنامه به طور کامل من براتون توضیح بدم. یکی این که این برنامه چون که کاملا فری و رایگان میتونین بهترین خروجی رو ازش بگیرین. یه خورده لابلا شاید بابت دیدن تبلیغاتی که بهتون میگه بعد ببینین یه خورده زمان بر باشه، ولی باز میارزه چون که فری و یه خروجی خیلی فوق العاده ای رو میتونه به شما تقدیم بکنه. این یه مسئله دیگه این که من واقعیتش خودم کارم تولید محتواست، ادیتورم و کار موبایل گرافی انجام میدم و از این برنامه استفاده میکنم و چیزی که خودم تجربه کردم و ازش و خیلی راضی بودم رو اومدم به شما انتقال دادم و امیدوارم ازش راضی باشین. یه سورپرایز خیلی خفن داریم برای اونایی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودن. اگه میخواین از کانفیگای فیلتر شکن فوق‌العاده با آی پی ثابت و یه سرعت فوق‌العاده، پینگ بسیار پایین استفاده بکنین، شما میتونید با یه تخفیف ویژه با کد تخفیف DH1001 به کانال تلگرامی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتیم مراجعه بکنیم. با تخفیف 50% VPN ویتوری چه برای ویندوز، چه برای آیفون و چه برای اندروید خریداری بکنید و استفاده بکنید. خیلی مخلصیم، ارادتمندیم. خدا نگهدار.